دوستان من، تصور کنید لحظه فرا رسیده که آخرین نفس خود را می کشید. دنیا را ترک می کنید، غسل داده می شوید، کفن می شوید و بر دوش عزیزانتان به سوی قبرستان برده می شوید. پس از دفن همه باز می گردند و شما تنها می مانید، تنها با ایمان و اعمالتان. در آن تاریکی فرشتگان برای پرسش نزد شما می آیند. هیچ کس نمی تواند به یاریتان بیاید مگر اعمال صالحتان. پس اگر از کسانی بوده اید که هر شب سوره مبارکه ملک را با ایمان و اخلاص تلاوت می کردید، ان شاء الله این سوره برای شما مایه نجات از عذاب قبر و روز قیامت خواهد شد.